درود مردم ایران زمین. حمید طولابی هم فرزند جعفر طولابی. در اپیزودهای جدا جدای یک تحلیلی از تاریخ معاصر ایران ارائه دادم. الان نیاز هستش که یه توضیح کلی هم بدم. بعد از جنگ جهانی دوم، شوروی که 1/3 خشکی‌های دنیا رو داشت، به کریدورهای دریایی دنیا دسترسی نداشت و این همه منابع نفت و معادن در واقع بدون مصرف مونده بود. ببین این مسئله انقدر مهم بود که دنیا رو داشت وارد فاز جنگ جهانی سوم میکرد. جنگ خلیج خوک ها و در آستانه رستاخیز اتمی قرار گرفتن یهو یه شوکی به دنیا وارد کرد. گفتش که هر طور شده من باید مسئله شوروی رو حل بکنم. لذا شوروی اصرار کردش که بایستی یک حاکمیتی موافق با منافع من در ایران ایجاد بشود و دریای خزر رو به دریای عمان وصل کنیم و مسئله من برای همیشه حل بشود. واقعیت اینه که اساساً دنیا نه با پهلوی مشکلی داشت نه با ما مردم ایران یا حاکمیت پهلوی اساساً مشکلی با دنیا نداشتیم. دنیا هم هیچ مشکلی با ما نداشت، ولی این رستاخیز اتمی، این جنگ اتمی که تا آستانش رفتن آنچنان دنیا رو شگفت زده کرد که چاره‌ای جز حل مسئله شوروی براش نمونده بود. متاسفانه مسیرها داشت طی میشد و حادثه چرنوبیل این برآورد رو برای دنیا آورد که روسیه ضمن خالی کردن شرق اروپا مجددا داره بازی زمین سوخته رو بازی میکنه و در پاسخ پروژه ایران رود، یعنی اتصال دریای خزر به دریای عمان رو تحریم کرد و استراتژی فابیانی رو در قبال ایران استفاده کرد. جنس اقتصادی که حجتیه در ایران اتخاذ کرده است اقتصاد به شدت سنتی مبتنی بر بهره مالکانه و اشرافیت سنتیه. یعنی چی؟ یعنی میلیاردرهای ایران نهایتاً همه پولاشون رو بدن ملکاشون رو بدن اجاره. این جنس اقتصاد ایران هستش و شوروی اگر چنانچه میتونست در اقتصاد حجتیه یه تحرکی ایجاد بکنه، حداقل یه عددی گیرش میومد، باز هم حرفی. ولی مسئله این هستش که شوروی هم تو اینها این چی گیر کرده و خدمتتون عارضم. ببینید اساساً اقتصاد سنتی تحرکش کمه و اقتصاد پویا تحرکش بالاست. اقتصاد مدرن اقتصاد پویا و متحرک، اقتصاد سنتی اقتصادی با تحرک کم. فلذا اساساً این که شما تصور کنید اقتصادی که در حال حاضر در جمهوری اسلامی جریان دارد برای دنیا محل بحث است اشتباهه، چون کلا اقتصاد سنتی انقدر ارزش افزوده، انقدر تولید نداره او برش. بگذاریم. ببینید پدر من با شروع جنگ سربازی شروع شد، در نهادهای حاکمیت قرار گرفت و جانش رو کف دست گذاشت و جنگید، ولی چون قطعا جنایت هایی داشته است برای من محل افتخار نیست. من به پدرم افتخار نمی کنم، ولی به شما مردم ایران به شدت افتخار می کنم. چرا؟ به عنوان یک فیلسوف هم من و هم تمام فلاسفه روی کره زمین میدونیم که چه مکانیسم سرکوب دقیق و پیچیده‌ای علیه شما اعمال شده و این تراژدی تلخ تاریخ هستش. میشل فوکو که کتاب مراقبت و زندان رو تنظیم کرده، از طرفی کتاب دیرینه‌شناسی دانش رو هم نوشته و میدونه که و اعلام کرده که در جاهایی که دانش قدمتی به اندازه ایران دارند، در جاهایی که دانش قدمتی به بلندای تاریخ ایران دارند، مکانیسم سرکوب احتمالاً جواب نمیده. تمام فلاسفه منتظرند که ببینند
وضعیت سرکوب مردم در ایران به کجا خواهد کشید. به همین خاطره که میبینید اسلاوی ژیژک در شروع جنبش زن زندگی آزادی با ذوق تمام اومد و گفتش که ای مردم ایران، این منم که دارم از شما یاد میگیرم. قبلا شاید نمیدونستید چرا اسلاوی ژیژک فیلسوف بزرگ این حرف رو زد، ولی الان دیگه میدونید، چون پیچیده ترین و دقیق ترین مکانیزم های سرکوب علیه مردم ایران توسط حجتیه در 40 اندی سال گذشته طراحی شده، ولی این شمایید که سرزنده و قبراق از دل این سرکوب ها هنوز نفس میکشید و میگید ما هستیم. شما افتخار تمام فلاسفه دنیایید، شما افتخار تمام دنیایید. من افتخار میکنم که هم شهروندم با شما، هم وطنم با شما، و من افتخار میکنم که در این جغرافیای ایران زندگی کردم، در کنار شما رنج کشیدم و در کنار شما خوشحال خواهم بود. بدرود، متشکر از وقتتون.